محمد صلی الله علیه و سلم از امت چه میخواهد؟ این محبوب حجازی از امت چه میخواهد؟ ما با محبوب حجازی دل بسته ایم، زین سبب با همدیگر پیوسته ایم. چرا ما با اقوام مختلف، با قومهای مختلف زیر یک چتر نشسته هستیم؟ در بین ما پشتون است، تاجک هست، ازبک هست، ترکمن هست. محبوب ما یکی هست، محبوب ما یکی هست، محمد صلی الله علیه و سلم. ما به محبوب حجازی دل بسته ایم، زین سبب با هم دیگر پیوسته ایم. برویم ببینیم که این رسول معظم اسلام